سلام خدمت دوستان چینی کار. تفاوت اویل پمپ گیربکس پانچ. ببین این تو این قسمت تموم میشه، این تو این قسمت، یعنی این سوراخ و کانال روغن در نظر بگیرین یه بوش فرق داره. در اصطلاح میگن اون ماشینایی که گیربکس پانچ دارن تو ایران منتاج شدن میگن جفوش، که این اویل پمپ بهش بسته میشه و گیربکس هایی که اوراقی میارن واسمون که اینجا بندازیم رو ماشینا جفوشه، یعنی یه دونه بوش داره که اینجا اگر پولی کامل اروپایی خواستیم بندازیم اویل پمپش هم باید اروپایی بندازیم، در غیر این صورت دنده درگیره و باعث میشه که ماشین فقط دنده جلو داشته باشه و هیچ دنده دیگه نداشته باشه.